گفتار 13 آدمی برفی. یک چیز لازم شد و چی بودنش را به کسی نمیگویم. به سردار اداره امان شاه برودزاده مراجعت کردم. آن کس گفتند که ینگیت زنبوروغ از میان زیادتر دوست می دارد. اگر یک خلط زنبوروغ آری آب به لب جوی برابر خواهد شد. گور کمبغلی شود برای از بازار خریدن زنبوروغ زورم نرسید و به کوه چسبیدم. آواره زنبوروغچینی نامعلوم به تنگنای رسیدم و ناگاه از رو برویم آدمی برفی برآمد. هر دو از واخوری ناگهانی لحظه در برابر هم هیکل شده ماندیم. آدمی برفی به آدمی حقیقی خیلی شبیه بود. جسمش چون وزن برداران بزرگ و تنی اوریانش پرموی، بشره‌اش غضب آلوده. سلام. در حالی که از ترس می لرزیدم چخیل از دهنم برآمدن این کلمه را نفهمیدم. و علیکم سلام. مرا در حیرت مانده جواب داد آدمی برفی. آهسته آهسته ما با هم انس گرفتیم. صحبتمان تفسید. من، گفت آدمی برفی، اصلاً آدمم. نامم کلوخلی. سرداری یک اداره دکدنگی سردرآمد بودم. هر روز آدمان زیاد به من کار افتاده می شدند. اولها از روی وجدان کار می کردم. آهسته آهسته با وسوسه همسرم وسوسه بانو از بیل افتادم. از همه کار افتادگان پاره می گرفتگی شدم. دیری نگذشته اشتهای پاره‌گیریم کرنه شدن گرفت. باور کنید از ناچیزترین لباس خودم و وسوسه بانو تا بزرگترین اشیای خانه‌ام را توسط پاره به دست می آوردم. یا حسودخورانم زیاد شدند یا خود از حد گذراندم که گروه از کار افتادگان و پاره دادگان زبان یک کرده مرا به سود دادند. میانم که محکم بسته بودم زور سود نرسید. جوره و واسطه بازی و ضیافت دارایی کرده از آب خشک برآمدم. از این موفقیت اشتهای پاره‌گیریم قاضی تر گشت. لیکن متاسفانه من از آب پیش موزه کشیده بودم. یک شب نحس گروه پاره دادگان زبان کرده به خانه‌ام در آمدند و همه افزار پاره داده اشان را از خردترین لباس تنمان تا قالین و جوانمان را بردند. من و وسوسه بانو لوبلوچی مادرزاد ماندیم. دیگر افزارمان نمانده بود. آخر ما چند سال این جانب با پول خود خسی هم نخریده بودیم. از شرم از تاریکی شب استفاده کرده به کنار شهر برآمده در ویرانه روز شدیم. یک روز را اینجا کور کردیم. شب دیگر ناعلاج به کوه برآمدیم. همین که کسی را دوچار می آمدیم از شرم زود روز می شدیم. آهسته آهسته به زندگی نو در شرایط کوهسار عادت کردیم. شما در این 2 سال غریبی ما در کوهسار نخستین آدمید که با من صحبت میکنید و از آن واقعه آگاه گشتید. خواهشمندم به کسی از این خصوص لام نگویید. وسوسه بانو کجاست؟ پرسیدم از آدمی برفی. او نوکک از پس من بود. سالهای آدم بودنمان پیشم میگشت. شما را دیده یقین روز شد. آخر او میبخشید چون من اوریان است. این دم چیز شرقا زده رفت. آدمی برفی یقین از چیز خواطر شده در یک میجه زدن از نظر غایب گشت. من از کوهسار با خلطه پرزنبوروغ برگشتم ولی به سردار اداره من یک دانه هم نبردم. مبادا سردار محترممان آدمی برفی شود.